سرخط خبرها: کشته و زخمی شدن 20 تن در نتیجه یک انفجار در ولایت پکتیکا. قطع برق کابل و 6 ولایت دیگر به دلیل درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح. شرکت برشنا میگوید شاید تا فردا شب برق این ولایت‌ها دوباره وصل گردد. و نگرانی ولوسی جرگه از تداوم ناامنی‌ها در ولایت غور، غزنی و بادغیس. با تقدیم سلام و وقتتان بخیر به بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز دوشنبه 17 جدی سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 7 جنوری سال 2019 میلادی. مشروع خبرها: در نتیجه یک انفجار در ولایت پکتیکا 20 تن کشته و زخمی شدند. مقام‌های محلی ولایت پکتیکا میگویند که صبح امروز در بازار ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیکا انفجار رخ داد که در نتیجه آن 8 غیر نظامی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. با گفته آنان این حادثه ناشی از انفجار ماین جاسوسی شده در کنار یک دکان بوده است. شاهدان عینی این رویداد میگویند که انفجار پس از آن به وقوع پیوست که 2 کودک با گمان اسباب بازی به این ماین دست زدند. از سوی هم مسئولان صحی پکتیکا میگویند که شمار از زخمی های این انفجار را به دلیل وخیم بودن وضعیت آنان به کابل منتقل کردند. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران با ابراز خوشبینی درباره نقش ایران در مذاکرات صلح افغانستان گفته است که گروه طالبان آماده است سلاحش را کنار بگذارد. خبرگزاری دولتی ایران از قول آقای شمخانی گفته است که ایران به دنبال کمک به دولت افغانستان برای تحقق ثبات در این کشور است و ضمن بیان این که طالبان نیز به دنبال این هستند که بتوانند با دولت افغانستان به مصالحه برسند. گفته که در این راستا ایران میخواهد به دولت افغانستان کمک کند تا به یک فرمول برای صلح و ثبات برسد. دبیر شورای عالی امنیت ایران قصد این کشور را از گفتگو با طالبان تامین امنیت منطقه دانسته است. وزارت امور داخله فهرست را نشر کرده که در آن مشخصات افراد زیر پیگرد نهادهای امنیتی در کابل درج شده است. سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که در این فهرست مشخصات 220 تن شامل است که برای جرایم مختلف به ویژه دزدی، اختطاف و قتل متهم هستند. وی می‌افزاید که تا حالا 5 تن از افراد شامل در این فهرست بازداشت شدند و 2 تن دیگرشان خود را با پلیس تسلیم کردند. وزارت امور داخله از باشندگان کشور خواست که اگر درباره این افراد معلومات دارند با این وزارت در میان بگذارند. وزارت داخله کشور فهرست طولانی افرادی را نشر کرد که متهم به جرایم جنایی به ویژه سرقت‌های مسلحانه و اختطاف در شهر کابل هستند. این وزارت شب گذشته با نشر این فهرست نام و مشخصات بیش از 200 نفر از متهمان را نشر کرد و از مردم خواسته است تا در صورت داشتن معلومات در مورد بود و باش این افراد پلیس را همکاری کنند. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله میگوید در کمتر از 10 ساعت پس از نشر این فهرست پلیس کابل توانسته 5 نفر را به همکاری مردم بازداشت کند. به گفته وی 2 تن از متهمین دیگر نیز خود را به پلیس تسلیم کردند. از دیروز به این طرف بله تعدادی را که برای ما موقعیت‌هایشان و هویتشان توسط مردم بیشتر افشا شده، اونا را برای بازداشتشان اقدام کردیم. در همین حال وزارت امور داخله اعلام کرده است که بزودی یک فهرست از زورمندان و مافیای نیمه دولتی، سیاسی و نامرئی را نشر می کند. دفتر سخنگوی وزارت امور داخله تاکید می کند که این افراد با استفاده از امکانات حکومت متهم به اخلال نظم و امنیت عامه و فهرست از این متهمان در حال نهایی شده است. این وزارت هشدار می دهد که در صورتی که زورمندان نیمه دولتی به قانون شکنی هایشان ادامه دهند
حسابهای بانکیشان مسدود شده و ممنوع الخروج خواهند شد. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که همواره باشندگان کابل از افزایش جرایم جنایی به ویژه سرقت‌های مسلحانه و اختطاف ابراز نگرانی کرده و پلیس را برای جلوگیری از آن به کوتاهی متهم کردند. شرکت برشنا از قطع شدن برق کابل و 6 ولایت دیگر به دلیل قطع برق وارداتی که ازبکستان خبر می‌دهد. این ریاست با نشر خبرنامه میگوید که صبح امروز به دلیل ادامه درگیری میان نیروهای امنیتی کشور و حراسافگران برق وارداتی از کشور ازبکستان به کابل، پروان، کاپیسا، میدان ورده، غزنی، لوگر و پکتیا قطع شده است. در خبرنامه برشنا آمده است که حوالی ساعت 9 صبح امروز خط اول انتقال برق در فاصله 26 کیلومتری شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان به سمت ولسوالی دوشی قطع شده است. برشنا توضیح داد که حوالی ساعت 11 امروز نیز خط دوم برق وارداتی در فاصله 18 کیلومتری شهر پلخمری به سمت ولسوالی دوشی و خنجان نیز به دلیل جنگ قطع شده است. سخنگوی این شرکت می‌افزاید که کارمندان این شرکت پس از چندین ساعت انتظار بعد از ظهر امروز توانستند که کار را برای وصل دوباره لین برق وارداتی ازبکستان آغاز کنند. به گفته آقای توحیدی احتمال می رود که برق کابل و ولایت‌های امجوار آن تا پایان فردا دوباره وصل شود. شمار از اعضای اولوسی جرگه از موجودیت ناامنی‌ها و مسدود بودن راه‌های مواصلاتی ولایت‌های غور، بادغیس و غزنی ابراز نگرانی کردند. آنان می‌گویند که چندین ولسوالی ولایت‌های غور و بادغیس از چندین ماه بعد این سو در محاصره مخالفان مسلح دولت قرار داشته و راه‌های مواصلاتی چندین ولسوالی ولایت غزنی نیز توسط مخالفان مسلح دولت مسدود می‌باشد. در این حال آنان وضعیت بی‌جاشگان ناشی از ناامنی‌ها را نگران کننده خوانده رسیدگی به وضعیت آنان شدند. نمایندگان ولایت‌های غزنی، غور و بادغیس در ولسی جرگه از افزایش ناامنی در این ولایت‌ها ابراز نگرانی کردند. نمایندگان ولایت بادغیس میگویند وضعیت امنیتی این ولایت نگران کننده بوده و چندین ولسوالی این ولایت در محاصره مخالفین مسلح قرار دارد. آنان هشدار می‌دهند که اگر اقدام لازم به صورت عاجل صورت نگیرد امکان سقوط ولایت بادغیس به دست مخالفین مسلح وجود دارد. امکان داره که در ظرف 1 ماه یا 20 روز انتهایش تا 2 ماه امکان داره که بادغیس سقوط کنه. یک دیشب ما خداوند بیامرزه ما 20 نفر شهید از اردو و خزیشای مردمی و از پلیس اینا داریم. در یک دیشب یک بیزی از اردو در ولسوالی مرغاب سخت محاصره در تحت محاصره قرار داره. از سوی هم نمایندگان ولایت غور میگویند ولسوالی های 400 و پسابند این ولایت از چندی بدین سو در محاصره مخالفین مسلح قرار داشته و مردم در این ولسوالی ها در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند. ارگان‌های امنیتی ما در ارتباط با تصفیه ولسوالی‌های محاصره شده 400 و پسابند ولایت غور اقدام جدی بکنند. در صورتی که اقدام نکنند و سرلنگاری بکنند شاید ما در روزهای آینده شاهد یک فاجعه بزرگ عظیم انسانی در ولایت غور باشیم. از 2 ماه و این طرف هر روز تکرار میکنم بلا استثناء روزی نیست که 5-6 زیادتر و یا کمتر شهید ما در این ولایت نداشته باشیم. اما به شبی که گذشته ما 21 نفر شهید و 12-13 نفر هم زخمی داریم. در این حال نمایندگان ولایت غزنی در مجلس از ناامن بودن شاهراه غزنی قندهار خبر داده میگویند در این مسیر مخالفان مسلح از مردم اخاذی میکنند. آنان همچنان میگویند راههای مواصلاتی چندین ولسوالی غزنی به مرکز این ولایت از چندی به این طرف از سوی مخالفین مسلح حکومت مسدود شده است. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه وضعیت بیجا شده های داخلی که بر اثر جنگ ها بیجا شده اند را نگران کننده خوانده خواهان توجه ادارات مسئول در زمینه شدند. تحریم مواد غذایی و مواد اولیه قرار دارند و اکثریت فامیل هایی که در کنار حکومت و در مرکز ولسوالی های ذکر شده قرار دارند اکثریت فامیل ها به مواد
غذایی ضرورت دارن و مریض هایشان به دکتر مداوا نمیرسه. غور، بادغیس او د غزنی د بعضی ولسوالیو لارې بندې دي، د ناامنۍ د وجې نه مواصلاتي لارې بندې دي او بعضی ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه ده چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي ترڅو زموږ دغه افغانان د دې مشکلاتو نه خلاص شي. این در حالی است که خشکسالی بی سابقه در کشور و افزایش ناامنی در شماری از ولایت‌ها سبب گردیده تا صدها هزار خانواده از خانه‌هایشان بیجا شوند. با افزایش سرما و کمبود امکانات اولیه، بسیاری از این خانواده‌ها همینک در وضعیت دشواری قرار دارند. نزدیک به 2000 طفل مصاب به بیماری سوراخ قلب در سال 2018 میلادی از سوی جمعیت هلال احمر افغانی تداوی گردیدند. مسئولان این سازمان میگویند که در جریان سال گذشته بیشتر از 2200 بیمار مصاب به سوراخ قلب را ثبت این سازمان کردند که حدود 1700 تنشان تداوی و بیشتر از 6600 تن دیگرشان در انتظار تداوی هستند. آنان همچنان می‌افزایند که اکنون هر شفاخانه در داخل کشور قادر به تداوی سوراخ قلب هستند و 40% از بیماران باقی مانده در شفاخانه‌های داخلی تداوی می‌گردند. جمعیت هلال احمر گزارش فعالیت‌هایش در سال 2018 میلادی را امروز طی نشست با رسانه‌ها شریک ساخت. بر اساس این گزارش آمار اطفال تداوی شده در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل آن 60% افزایش یافته و شمار شفاخانه‌های داخلی که قادر به تداوی بیماری سوراخ قلب هستند نیز 2 برابر شده است. در این گزارش آمده که در سال گذشته میلادی 2249 طفل مصاب به بیماری سوراخ قلب ثبت هلال احمر شده که از این میان 1742 تنشان در داخل و خارج از کشور تداوی گردیدند. به گفته سکرتر جنرال این سازمان 40% از این بیماران در شفاخانه‌های داخلی و 60% دیگرشان که دارای مشکل جدی‌تر هستند در خارج از کشور تحت تداوی قرار می‌گیرند. یک ازدیاد 60% را در تداوی مریضا امسال نظر به سال گذشته ما شاهد بودیم. امسال ما تانستیم که 1742 مریضا تداوی بکنیم. این در حال است که هنوز هم 6646 طفل بیمار منتظر تداوی هستند و شمارشان در مراسم امروز برای تداوی فرمه‌های معرفی به شفاخانه‌ها را دریافت کردند. نزدیکان اطفال تداوی شده نیز میگویند که شمار زیادی از باشندگان کشور قادر به تداوی مریضانشان نبوده و تمامی نهادهای خیریه باید آنان را در این راستا همکاری نماید. آنان همچنان از اینکه اطفال بیمارشان صحتیاب شده ابراز خرسندی میکنند. وقت کوچکترین مشکل در 6 ماه میشه که ما ندیدیم. الحمدلله یالی که میبینه صحتشون کامل است، مزنشون خوب است. این در حال است که به گفته مسئولان هلال احمر برای تداوی هر بیمار سوراخ قلب حداقل به $2500 نیاز است که شمار زیادی از باشندگان کشور توان پرداخت آن را ندارند. موترهای اولین محموله تجارتی افغانستان که از طریق راه لاجورد به ترکیه رفته بود برای برگشت دوباره در حال بارگیری است. مشاورت ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری با بیان این مطلب میگوید که مشکلاتی که اولین محموله آزمایشی تجارتی کشور از راه لاجورد داشت حل و زمینه تسهیلات بیشتر فراهم خواهد شد. سخنگوی این مشاورت همچنان میگوید که با افتتاح دهلیزهای هوایی با کشورهای خارج بیش از 5000 تن میوه خشک و تازه، صنایع دستی، قالین و چند قلم صادرات دیگر از افغانستان به بعض کشورها صادر شده است. سخنگوی مشاورت ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری در یک نشست خبری در کابل گفت که اولین محموله آزمایشی تجاری از راه لاجورد موفقانه به ترکیه رسیده است. به گفته وی موترهای این محموله برای برگشت در حال بارگیری است. وی افزود مشکلاتی که در انتقال اولین محموله آزمایشی وجود داشت در دفعات بعد رفع خواهد شد. کمی راهی که رفته بودن پس دوباره به افغانستان وارد میکنن که
5 موترش بارگیری شده، تنها 4 لاری دیگه باقی مانده که و هم در حال بارگیری هست. پس دوباره اینمی 9 لاری با کالاهایی که مورد نیاز کشور هست وارد کشور میشن. پس دوباره از طریق همین مسیر و همچنان چند جلسه برگزار میشه در کابل روی مشکلاتی که رانندگان ما در مسیر راه به شروع برو شد، تا ای که در دومین محموله ما این مشکلات دیگه تکرار نشه، حل شود. این مشاوریت همچنان می‌افزاید که از آغاز ایجاد دهلیزهای هوایی با برخی کشورها تا کنون 5400 تن کالاهای تجارتی از جمله میوه خشک، میوه تازه، صنایع دستی، قالین، پوست قلمقل و موارد دیگر به ارزش 100 میلیون دلار طی 420 پرواز به کشورهای مختلف صادر شده است. وی همچنان میگوید که امروز طی 4 پرواز از دهلیزهای هوایی کشور به کشورهای همسایه 38 تن مواد از جمله جلغوزه، پوست و میوه خشک به کشورهای همسایه صادر شد. امروز هم 4 پرواز صورت میگیره. پرواز اول 20 تن جلغوزه را به چین انتقال میده، پرواز دوم 13 تن هنگ را به دهلی هندوستان، پرواز سوم هم 2 تن پوست را همراه با روده گوسفند به ترکیه استانبول و همچنان در پرواز چهارمی ما 2 تن میوه خشک را به پاریس فرانسه انتقال میدیم از طریق میدان هوایی کابل. مسئولان این مشاوریت همچنان میگویند که تفاهم نامه را با 2 شرکت هوایی جهت افزایش پروازهای هوایی از افغانستان به کشورهای اروپایی و آسیایی امضا کرده است. مسئولان اداره معادن و پترولیم ولایت هرات میگویند که تلاش‌ها جریان دارد تا دوباره پروژه سمنت هرات در سال آینده فعال شود. به گفته مسئولان این اداره، کار فعالسازی این پروژه به شرکت داده شده و مذاکرات در این زمینه جریان دارد. با این حال شمار از اعضای شورای ولایتی هرات میگویند که حکومت بارها وعده عملی سازی این پروژه را داده اما بدان عمل نکرده است. درست 40 سال پیش در زمان حکومت محمد داود خان رئیس جمهوری وقت کار پروژه سمنت هرات آغاز شد. کار ساختمانی این پروژه 80% تکمیل شد، اما شروع جنگ ها در کشور منجر به توقف این پروژه گردید. آن زمان دولت افغانستان قراردادی را به ارزش 50 میلیون دلار با کشور چکسلواکیا بسته بود، اما میلیون ها دلار وسایلی که برای ساخت این پروژه به مصرف رسیده بود بی سرنوشت باقی ماند. اما مسئولان اداره معادن و پترولیم هرات میگویند که به تازگی کار احیای این پروژه به داوطلبی گذاشته شده و یک شرکت برنده شده و مذاکرات در این زمینه جریان دارد. این پروژه به داوطلبی سپرده شد و 3 شرکت در داوطلبی شرکت کردند و اسناد این شرکت ها تحت ارزیابی هست. یک از این شرکت ها که یک پارتنر افغان هم داره به عنوان فعلا به عنوان برنده شناخته شده و مذاکره همراه از او جریان داره که در همین 2 هفته پیش شورای عالی اقتصادی برای اجازه مذاکرات برای وزارت معدن داد که برای کمپانی مذاکرات کنند و شماری از ابزارالات این پروژه به اثر اوضاع جوی تخریب شده که نیاز به ترمیم دوباره دارد. در صورتی که این پروژه فعال گردد برای بیش از 1500 نفر زمینه کار فراهم خواهد شد. اما اعضای شورای ولایتی هرات حکومت را در قسمت احیای مجدد این پروژه به کمکاری متهم می‌سازند. فکر کنم که این بار هم چون آخرای حکومت وحدت ملی است به مردم خوش ساختن است، من فکر نکنم که به زودی ها کار پروژه مثل پروژه های دیگه که افتتاح شد هنوز بی سرنوشت است، مثل پروژه تاپی و مثل پروژه سرک لاجورد اینها، سرک چشت و اوبی. این مسئله هم با حالت خاموشی سپرده شده، دیگه انتظار میکشه تا چی وقت کار پروژه تمام. متاسفانه چندین ساله که تمام این ماشینالات از تمام اجناسی که اونجا وجود داره به سرقت برده میشه. در این قسمت هیچ توجه توسط ریاست معادن صورت نگرفته. مردم از این بسیار نگرانم. همیشه ما همراه مسئولین موضوع را شریک ساختیم. در می اواخر گفتم که این برای شرکت‌های خصوصی به قرارداد داده میشه. متاسفانه او کار عملی از این تا حال ما شاهد نبودیم. امیدواریم که بزودترین فرصت سرنوشت پروژه سمنت ولایت هرات صورت بگیرد. این پروژه در صورت احیای مجدد توانایی تولید سالانه 500,000 تن سمنت را خواهد داشت.
این در حالی است که تقاضای بازار افغانستان سالانه 700,000 تن سمنت می باشد. مراسم جشن فراغت بیش از 200 تن از محصلین ولسوالی‌های بهسود، دایمرداد و جلریز ولایت میدان وردک امروز در کابل برگزار شد. اجرا کنندگان این مراسم با تاکید بر بالا بردن سطح تحصیلی جوانان میگوید که کسب علم و دانش یگانه راه بیرون رفت از چالش‌های کنونی میباشد. در این حال محصلین فارغ شده در مراسم فراغتشان ضمن ابراز نگرانی از افزایش بیکاری خواستار اشتغالزایی و زمینه سازی برای ادامه تحصیلشان از سوی حکومت هستند. جشن فراغت محصلین ولسوالی‌های بهسود، جلریز و دایمرداد ولایت میدان وردک با حضور خانواده‌های محصلین فارغ شده، شمار از بزرگان، جوانان و متنفذین این ولسوالی‌ها امروز در کابل برگزار شد. این مراسم به خاطر تجلیل از فراغت بیش از 200 تن از فارغ التحصیلان این ولسوالی‌ها که امسال از مقاطع لیسانس و ماستری فارغ گردیدند برگزار شده بود. هدف از برگزاری این مراسم تشویق جوانان برای بالا بردن سطح تحصیلیشان گفته شده است. به گفته آنان کسب تعلیم یگانه راه بیرون رفت از چالش‌های کنونی می باشد و این رسالت جوانان است تا چالش‌های کنونی را رفع و به پیشرفت‌ها نائل آیند. نیاز است که جوانایی که فارغ میشه تشویق شود و نیاز به تشویق داره. در این حال محصلین فارغ شده در مراسم فراغتشان از افزایش بیکاری ها به شدت ابراز نگرانی دارند. آنان میگویند دیری نخواهد گذشت که امیدهایشان برباد و مشکل یافتن شغل به یک از دغدغه‌هایشان مبدل خواهد گشت. آنان از حکومت خواستار اشتغالزایی و زمینه سازی برای ادامه تحصیلشان هستند. روزی مصدر خدمت باشم به مردمم، به وطنم و بدون علم قطعا این هدف ناممکن است. زمینه تحصیلات عالی بالاتر از سطح لیسانس البته برای دوره ماستری و دکترا را برای عموم محصلین کسایی که متقاضی ادامه تحصیل هستند فراهم بکنند. این در حال است که همه ساله شمار زیادی از جوانان کشور از مقاطع مختلف تحصیلی فارغ می شوند و تنها رقم انگشت شماری از آنان در ادارات خصوصی یا دولتی شامل کار می شوند. در ادامه رویدادهای داخلی حالا هم گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. $1 آمریکایی 75 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 70 پول، 1 یورو 86 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 25 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول، 1000 روپای هندی 1075 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 539 افغانی. در خارج از کشور، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نظر دارند که برای بحث روی خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و زودی با هم دیدار کنند. روسیه و ترکیه حضور نظامی قوی در سوریه دارند. خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد که ملاقات رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در ماه جاری صورت خواهد گرفت، اما تاریخ دقیق آن تا هنوز مشخص نشده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم تایید کرده که هر دو رهبر در نظر دارند تا به زودی با هم دیدار کنند. پوتین و اردوغان آخرین بار در ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در آرژانتین با هم ملاقات کرده بودند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اردوی کشورش یک جنگجوی القاعده را که طرح حمله به کشتی جنگی آمریکا در سال 2000 بود در یمن کشته است. آقای ترامپ گفت نیروهای نظامی آمریکا با کشته شدن جمال البدوی مسئول مضمون حمله بر کشتی موسوم به USS اسکول که 17 سرباز آمریکایی در آن کشته شده بودند عدالت را برقرار کردند. ترامپ در توییتر نوشته است که اردوی آنها عدالت را برای قهرمانان پیشکش کردند که در حمله بزدلانه بر USS اسکول کشته و زخمی شده بودند. با گزارش آژانس خبری آلمان هم فرماندهی مرکزی آمریکا بر روز جمعه تایید کرد که قوای آمریکایی جمال البدوی را در یمن هدف قرار دادند. در گفتگوها میان مذاکره کنندگان کانگرس و مقام‌های حکومت آمریکا کدام پیشرفت صورت نگرفته است. آنها تلاش می‌کنند تا در زمینه تامین بودجه ساخت دیوار در سرحد میان آمریکا و مکزیک به یک توافق دست یابند. اختلاف دموکرات‌ها با قش سفید بر سر تامین بودجه ساخت این دیوار به تعطیلی که بخشای از دولت فدرال آمریکا هم انجامیده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ بر تقاضایش مبنی بر اختصاص یافتن بودجه برای اعمار این دیوار تاکید کرده است. آقای ترامپ میگوید که اعمار دیوار در سرحد با مکزیکو در جهت جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و قاچاق مواد مخدر ضروری می باشد. مذاکره کننده های آمریکایی با همتای چینیشان در پکینگ ملاقات می‌کنند. آمریکا و چین تلاش می‌کنند تا در راستای پایان جنگ 4 ماهه تجاری که در نتیجه آن بازارها در سطح جهان متاثر شدند به توافق برسد. جفری گرش معاون امور تجارتی آمریکا هیئت ایالات متحده را در سفر به چین رهبری می‌کند، اما وزارت تجارت چین بر روز جمعه گذشته گفته بود که دو طرف روی عملی شدن توافق که میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهور آمریکا و چین سال گذشته در اجلاس گروه 20 در آرژانتین حاصل شد بحث خواهند کرد. آمریکا اما تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. زلزله در کرمانشاه ایران به مجروح شدن دست کم 75 تن انجامیده است. این زلزله در گیلان غرب وقوع پیوسته و سازمان زمینشناسی آمریکا میگوید که بزرگی آن 5.6 درجه ریشتر بوده است. رئیس اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفته است که تمامی شفاخانه‌های این ولایت به حالت آماده باش قرار دارند. او گفته که 4 تیم ارزیاب را به منطقه زلزله زده فرستاده است. مقام‌های این ولایت هم میگویند که مدارس و دانشگاه‌ها در این شهرستان امروز تعطیل بوده است. یک زلزله نیرومند به شدت 6.6 درجه ریشتر جزایر مولاکاس اندونزیا را تکان داد. اداره سروه ژئولوژی آمریکا گفت که این زلزله در 174 کیلومتری شمال و شمال غرب شهر تریناد در عمق 60 کیلومتری زمین رخ داده است. همین مرکز قبلا شدت این زمین لرزه را 7 درجه ریشتر و عمق آن را 10 کیلومتر خوانده بود. مرکز هشدار سونامی پاسیفیک دیروز در اعلامیه گفت که بر اساس معلومات در دست داشته ایشان فعلا وقوع یک سونامی ناشی از این زمین لرزه غیر متحمل به نظر می رسد. براهیم دیاز هافک 19 ساله منچستر سیتی با قرارداد 6 ساله به ریال مادرید پیوست. دیاز که در سال 2014 از مالاگا با منچستر سیتی پیوست، پس از اینکه نتوانست در تیم گاردیولا فرصت چندانی برای بازی پیدا کند و حالا وی تا سال 2025 با ریال مادرید قرارداد امضا کرده است. ریال برای خرید وی 17 میلیون یورو پرداخت خواهد کرد و دستمزد او در سانتیاگو برنابئو 3.5 میلیون یورو می باشد. وی در سال 2018 تنها 4 بازی برای سیتی انجام داد و 2 گل به ثمر رساند. بارسلونا در هفته 18 رقابت‌های لالیگا با مسافر خطافه رفت و 2-1 میزبانش را شکست داد. گل نخست بازی را لیونل مسی در دقیقه 20 به ثمر رساند و در ادامه لوئیس سوارز دروازه میزبان را باز کرد تا نتیجه 2-0 به نفع بارسلونا شود. در دقایق پایانی نیمه اول خطافه توانست یک از گل‌ها را جبران کند و اختلاف را 2-1 کند. در ادامه توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی با نتیجه 2-1 به نفع بارسلونا به پایان رسید. بارسلونا با این بار 40
امتیازی شد و اختلافش را با اتلتیکو مادرید تیم دوم جدول با 5 امتیاز رساند. در ادامه این دیدارها دو تیم سیویا و اتلتیکو با تساوی 1-1 رضایت دادند. ویسام در دقیقه 37 برای سیویا گلزنی کرد و گریزمان این دیدار را برای اتلتیکو به تساوی کشاند. اتلتیکو با این تساوی 35 امتیازی شد و با 2 امتیاز بیشتر نسبت به سیویا در رتبه دوم جدول باقی ماند و سیویا در رده سوم جدول می باشد. در ادامه این دیدارها دو تیم ریال مادرید و ریال سوسیداد دیدارشان را در برنابئو برگزار کردند که در پایان تیم میزبان با نتیجه 2-0 بازی را برای سوسیداد واگذار کرد. در شروع بازی داورک پنالتی را به نفع ریال سوسیداد اعلان کرد و ویلیان خوسه در دقیقه 3 نتیجه را 1-0 به نفع تیمش کرد و در ادامه رابن پاردو در دقیقه 83 گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا این دیدار با نتیجه 2-0 سوسیداد به پایان رسد. ریال با این باخت 30 امتیازی باقی ماند و در رده پنجم جدول ایستاده است. تیم ملی فوتبال استرالیا و اردن در اولین دیدارشان در جام ملت‌های آسیا برابر هم به میدان رفتند که در پایان اردن با نتیجه 1-0 استرالیا را شکست داد. در دقیقه 26 آناس موفق شد با ضربه سر و زیبایی دروازه استرالیا را باز کند. اردن با این برد 3 امتیاز این دیدار را به دست آورد. در ادامه این دیدارها دو تیم سوریه و فلسطین مقابل هم قرار گرفتند که دو تیم با تساوی بدون گل رضایت دادند و امتیاز این دیدار را دو تیم بینشان تقسیم کردند. در دیگر دیدار هند با نتیجه 4-1 تایلند را در هم کوبید. سونیال 2 بار، تاپا و جیجه هر کدام 1 بار برای هند گلزنی کردند. تک گل تایلند را دونگوندا دروازه هند کرد. در دور سوم رقابت‌های جام حذفی انگلیس چند دیدار برگزار شد که در یک از این بازی‌ها منچستر سیتی توانست با 7 گل رودردام را شکست دهد و راهی مرحله بعدی این رقابت‌ها شود. در این دیدار سیتیزن‌ها خیلی زود با ضربه سر استرلینگ به گل رسید. این 55مین گل استرلینگ برای سیتی بود. در ادامه نوبت به فودان جوان رسید تا گلزنی کند. در اواخر این نیمه مدافع رودردام با اشتباه دروازه خود را باز کرد تا نیمه نخست با برتری 3-0 سیتی خاتمه یابد. در نیمه دوم ژاسوس، ریاض محرز، نیکولاس و لیرسانه توانستند دیگر گل‌های سیتیزن‌ها را به ثمر برساند. به این نهایت ارجمند رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزار از اینکه در این بسته خبری با نگاه بودید. بقیه شبتان خوب. خدا نگهدار.